سلام، به بخش خوشمزه های وبسایت راهنماتو خوش اومدین. اینجا قراره علاوه بر آموزش آشپزی، فوت کوزه‌گری خوشمزه شدنشونم بهتون بگیم. امروزم نوبت بامیه ترکیه. پس بریم سراغ رازهای مگوی خوشمزه شدنش. اول اینکه آرد سمولینا رو از مواد اولیه رسیپی حذف نکنید، چون نوع بافت این آرد باعث ترد و خوشمزه تر شدن این بامیه میشه. دومی که حتما بذارید شربت سرد بشه و بعد بامیه رو بذارید توش تا بامیه تردیشو از دست نده. و سومم این که دقت کنید که غلظت مایه بامیه اینطوری باشه، شبیه یه ماست چکیده‌ای که تقریبا سفته. حالا بریم برای درست کردن بامیه ترکیمون. اول 2.5 پیمونه شکر و 1 پیمونه آب رو با هم بذارید روی حرارت تا شکر حل بشه و آب شروع به جوشیدن بکنه. بعد 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو، 1 قاشق غذاخوری گلوکز و 3 قاشق غذاخوری زعفرون دم شده به شربت اضافه کنید. همین که شربت 1-2 غل زد آماده است. نذارین زیاد بجوشه که سفت میشه. بعد بذارید تا شربت سرد بشه. غلظتش بعد سرد شدن باید شبیه یه عسل رقیق باشه. حالا توی کاسه 2 پیمونه آرد سمولینا، 1 پیمونه آرد قنادی، 2 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1/2 پیمونه روغن مایه، 1 پیمونه شیر و 1 پیمونه آب ولرم اضافه کنین و مایه بامیه رو با قاشق انقدر هم بزنید تا کاملا یک دست بشه و به یه غلظتی برسه که نه خیلی شل باشه و نه خیلی سفت. بعد برای نیم ساعت توی یخچال بهش استراحت بدین. در نهایت مایه رو داخل قیفی که ماسوله داره بریزین. توی ماهیتابه به اندازه کافی روغن بریزین و اجازه بدید تا روغن کاملا داغ بشه. بعد مایه بامیه رو تو روغن داغ شکل بدین و بذارید تا با دمای ملایم کم کم بپزه و سرخ بشه. وقتی کفش داشت طلایی میشد، برش گردونین تا هر دو طرفش خوب طلایی و برشته بشه. در نهایت همونطور داغ داخل شربت سرد شده بذارینش و درش بیارین. حالا بامیه ترد و خوشمزه‌تون حاضره. نوش جونتون. از اینکه با بخش راهنمای خوشمزه های وبسایت راهنماتو همراه بودین تشکر میکنم و امیدوارم ویدیوی امروزمون بهتون تو درست کردن یه شیرینی متفاوت کمک کنه. ممنون میشیم نظراتتون رو درباره این ویدیو برای ما ارسال کنین تا بتونیم ویدیوهایی متناسب با خواسته های شما بیاریم. منتظر ویدیوهای بعدی ما در راهنماتو باشین.